因为他们是在谈到那个样子，因为他们是在谈到好吧，好吧，那确实有，那确实有的，白天，因为他们是在谈到那个样子，因为他们是在谈好吧，好吧。因为他们是在谈到那个样子，那而不是在谈好吧，好吧，其他的，其他的。
حالا فلوکسیتین خود کلمه‌اش یعنی چی؟ اسم قرص آنتی دیپرشنه. فلوکسیتین یه قرصه که الان همه جوونا استفاده میکنن. تو در واقع استیتمنت هم که روی میزه میتونید بخونید. از جان کیج به هر سر نوشتن و گاهن میشدش که یه بیمار یک روز هیچی نمیخورد و میرفت به شوک الکتریکی. شوک الکتریکی هم در واقع هر بیمار افسرده یا روانی میگیره به مراتب مختلف. هر روز صبح ساعت 6 بعضی موقع دوربین میبردم از بیماران عکسای یادگاری میگرفتم و بعد مثلا بهشون میدادم بیرون، چون من همراه بودم گاهی میشد یواشکی دوربینی چیزی ببرم رها بشم چون نمیخواستم درونم بمونه. کسی نبود چجوری بهش بیانش کنم. سبکی میکنم به خاطر اینکه در میون گذاشتم با مردم. خب قبل از اینجا بالاخره آره بالا آوردم و دقیقاً ثانیه آخر این یه چیز، من سیگار میکشم و مشکلی ندارم و قبلش هم خوب بودم، غذا خودم کم خوردم فقط و هیچ مشکل نشدم، ولی اون تاثیراتی که گذاشت اون هی مثلا در واقع فکر می‌کنم من پیش بینی شده نبود که اتفاق افتاد، یعنی تاثیر اون بودش. خیلی فشار گذاشت. این لباس زیبایی واسه من کاملا مفهومیه، یعنی آره اگه ما محدودیت چیز داریم، حالا حجاب یا هر چیز دیگه داریم، ولی خب تو ایران تو تهران در واقع من ندیدم که تو طراحی لباس تو پرفورمنس کار بشه. راه واسه خلاقیت باز میشه، محدودیت رو واسه خلاقیت باز میکنه چون پوست دومه دیگه. آره اوکی تاثیرگذار هسته. من کاری که کردم کاملا فی‌البداهه بود. این که مثلا لیوانا انتخاب شده بود، ولی اینکه من با لیوانا کی چی کار کنم با موسیقی هیچ ربطی نداشت و ویدیو قرار بود رو این دیوار پخش بشه که متاسفانه اشکالات فنی پیش اومد. من فکر میکنم اگه اون بود، یعنی من خودم اینو دوست داشتم که اگه شما میگین که چیز نبوده، مخاطب دخالت نداشت، من اگه ویدیو بود مردم اون تفسیر هم نمیشدن دیگه و من قصدم این بود که راه برن و اینا رو لگدمال بکنن که شده بعضی جاها و این همون دخالت هست. این محیط حالا مثلا ممکنه که حالا هر کسی حالا اگه خودش بیماری هر چیزی، من تنوع گذاشتم که اگه خواستم بکشن، اگه خواستن هر کاری دیگه بکنن، لیوانا رو پرت کردم. خب اون فضا فکر می‌کنم یه ذره به خاطر اینکه ناقص شد کار، من اونطوری فرضم، چون اون طرف کسی جمع نمی‌شد. رفتم تو محیط‌های اجتماعی، حتی خودم شروع کردم بعضی جمله‌های بی ربط گفتن. بعضی موقع خودم شوکه میشم، چی بود من گفتم؟ چرا اصلا اینجا گفتم؟ آره من صبح شب رو زمین می‌خوابیدم. رو زمین می‌خوابیدم چون تخت نداشتم و تو پیش بیمارم. اینکه من تمام جمله‌هایی که تو ویدیوم استفاده کردم میشنیدین، عین جمله‌هایی بودش که یادداشت کردم از بیمارم که گزارش میدادم به در واقع دکتر. من یه دفترچه داشتم که توش می نوشتم اینا رو و فرداش می گفتم که چه جمله هایی گفته و عین همونا رو به همون ترتیب ویدیوم آوردم. دم به دقیقه ریتم داشت، جیغ زدن ریتم داشت، بودش تو فضا بود، تو بین چیز آهنگ بودش. صدا سازی کرده بودیم؟ آره این نبوده، یعنی در واقع تمام جیغ داشت، افکت‌های صوتی que داشتیم حرف زدنه خودم بود. ریتمی که در واقع مینیماله یعنی پرستارا عمدن درها رو میکوبیدن و هر چقدر که من میرفتم میگفتم سکوت لازم دارم من اینجا، ولی همیشه در رو کوبیده میشه، همیشه جیغ بود. اینا واسه من ریتم داشت و این کار خب چیز واریاسیون واسه دو پیانو خیلی آزاردهنده تر از کار دیگه استیو رایت بود واسه من. اون که خب بالاخره بعضی جاهاش این خیلی رو اعصاب اذیت کننده است. آره رو اعصاب اذیت میکرد، واسه همین انتخاب کردم. بعد فکر میکنی که میتونین ادیت کنین بیاری سر کلاس؟ باشه حتما.
مرسی. فعلا. خدا. مرسی. Yeah.